در این ویدیو میخوایم یکی از مهمترین ویژگی‌های ذهنی بچه‌های پیش دبستانی رو مطرح کنیم. این ویژگی چیزیه که ژان پیاژه به اون میگفت خودمداری یا خودمحوری. پس قبل از اینکه بخوایم در مورد خودمداری بچه‌ها صحبت کنیم، باید یه توضیح خیلی کوتاهی در مورد دنیای ذهنی بچه‌های پیش دبستانی از دیدگاه پیاژه بدیم. ژان پیاژه روانشناسیه که در مورد هوش، زبان، منطق و نوع استدلال کردن بچه‌ها و چگونگی تحول این فرآیندهای شناختی تحقیق کرده. پیاژه رشد شناختی رو به چند مرحله تقسیم کرده و اعتقاد داره که بچه‌ها در سنین 2 تا 7 سالگی یا همون سنین پیش دبستانی در مرحله پیش عملیاتی قرار دارن. کودک در این مرحله میتونه از نمادها استفاده کنه و مهمترین نمادی که کودک در این مرحله به کار میبره استفاده از زبانه. یکی از مهمترین ویژگی فکری کودکان در این دوره خودمداری یا خودمحوریه. وقتی میگیم یه فرد تفکرش بر پایه خودمداریه، یعنی اینکه فقط دیدگاه خودش رو میتونه در نظر بگیره و نمیتونه به یه قضیه از دیدگاه دیگران نگاه کنه. به عبارت دیگه خودمداری یعنی فکر میکنیم دیگران به قضیه همون جوری نگاه میکنن که ما به اون قضیه نگاه میکنیم. برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه یه مثال میزنم. فرض بگیرید شما از استان تهران به قله دماوند نگاه کنید. شما وقتی از این منطقه یعنی دامنه جنوبی قله دماوند به اون نگاه میکنید، این تصویر رو میبینید. اما یا کسایی که از استان مازندران و از دامنه شمالی به قله دماوند نگاه میکنن، اونها هم همین تصویر رو میبینن؟ حتما پاسختون منفیه. قله دماوند از استان مازندران این شکلی دیده میشه. ما از همین مثال میتونیم استفاده کنیم تا ببینیم که آیا بچه‌های پیش دبستانی میتونن اشیا و پدیده‌ها رو از منظر دیگران ببینن یا نه. این همون کاریه که پیاژه با ابداع آزمون سکوه انجام داد. حالا ما در اینجا میخوایم آزمون سکوه رو تشریح کنیم تا ببینیم که آیا تفکر کودک بر پایه خودمداریه. در این آزمایش 3 تا کوه رو بر روی یه صفحه میذاریم و صفحه رو بر روی یه میز قرار میدیم. در یک طرف کودک و در طرف دیگه آزمونگر قرار میگیرن. بعد آزمونگر از کودک میپرسه تو چی میبینی؟ و کودک جواب میده. در مرحله بعدی آزمونگر و کودک جاشون رو با همدیگه عوض میکنن تا کودک از هر دو موضع به صفحه نگاه کرده باشه. این بار هم آزمونگر از کودک میپرسه حالا چی میبینی؟ و کودک باز هم جواب میده. بعد از کودک میپرسه حالا ببینم میتونی به من بگی از این جایی که من نشستم چی میبینم؟ و کودک جواب میده. و یا اینکه میپرسه میتونی بگی من از این جایی که نشستم کوه ها رو چه شکلی میبینم؟ و این بار باید کودک تصویری رو انتخاب کنه که نشون دهنده یه چیزی باشه که آزمونگر میبینه. حالا اجرای واقعی آزمون رو با هم میبینیم. Can you tell me what you see when you look at that from where you're sitting? What are some of the things that you see? And a cat. A cat. And a tree and a barn. Okay, now we're going to do the same thing. Can you tell me what you see when you look at it from that stool? An owl. An owl? And him. What is that? A goat. A goat? Yeah. Okay, is there anything else you see? Yeah, right there. Right there, what is that? A tree. A tree. And that's another little tree. Another little tree? Yeah, right. Okay. And can you tell me what I see when I look at this from where I'm sitting right here? An owl. Okay. And a goat. Mm-hmm. And a little tree. And that. And that. همونجور که متوجه شدید وقتی آزمونگر از کودک پیش دبستانی میپرسه من چی میبینم، کودک همون چیزهایی را نام میبره که خودش میبینه. یعنی نمیتونه دیدگاه دیگران رو درک کنه و فکر میکنه بقیه همه چیز رو مثل اون میبینن. پس ما هیچ وقت نمیتونیم از بچه‌های پیش دبستانی توقع داشته باشیم تا دیدگاه ما رو درک کنن، چون اصولا اونا نمیتونن این کار رو انجام بدن.